موهات فقط ظاهر تو رو نمیسازه، میتونه مسیر زندگی تو هم عوض کنه. امروز میخوام یه روش قدرتمند بهت یاد بدم. اگه مدتی بیمار بودی، یه تیکه کوچیک از موهات رو قیچی بزن و داخل رودخونه بنداز. این کار عمرت رو طولانی تر میکنه. اگه از نظر مالی تو مضیقه‌ای، یه مقدار از موهات رو بسوزون. این کار باعث میشه برکت و فرصت‌های تازه وارد زندگیت بشه. اگه احساس ضعف میکنی یا اعتماد به نفست کمه، یه تیکه مو رو به درختی پر از خار گره بزن. این کار شجاعت و قدرتت رو زیاد میکنه. اگه حالت روحیت آشفته است و پر از فراز و فرود، موهات رو کنار یه سنگ بزرگ بذار. این کار انرژیت رو متعادل میکنه و بهت آرامش میده. امتحانش کن. نتیجهش تو رو شگفت زده میکنه. حتما برای عزیزانت هم بفرست و یه قلب بذار.